به یک شاگردش میگوید آیا میدانی که زن گرفتن این بهترین کار و روش پیامبر صلی الله علیه و سلم و سنت او میباشد؟ شاگرد گفت بله استاد میدانم، اما من میخواهم زنی را بگیرم که از شوهرش جدا شده باشد و زنی صالحه باشد و از خودم بزرگ باشد. استاد گفت آخر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند زن بگیرید، زنی دختر یعنی زنی باکیره بگیرید. استاد میگوید بله راست، زن اولین پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت خدیجه رضی الله عنها از پیامبر صلی الله علیه و سلم 15 سال بزرگ بودند و باز پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی عشقش به آن زن زیاد بود. شاگردم تو چرا زنی بیوه میگیری؟ شاگرد میگوید استاد عزیزم زیرا در این دنیا خیلی به شوهران زیاد شدند، میخواهم زنی را بگیرم تا از تنهایی رها یابد و مرتکب گناهی نشود. و فهمیدم که زنی که شوهرش مرده باشد و یا از سبب بی ایمانی شوهر جدا شده باشد خیلی شوهرش را حرمت و احترام میکرده است. از این رو میخواهم با زن ازدواج کنم که وای شوهر دیده باشد. استاد میگوید پسرم مگر هست زنی که در این کار راضی شود حال آنکه تو نو در سن 20 سالگی هستی؟ شاگرد میگوید بله استاد، زنی هست که سینش به 35 میرسد، او راضی هست من با او ازدواج کنم. این استاد باشد شاگرد را از پیشانیش بوسه کرد و گفت شاگردم این دلیری و ایمانداری تو را اثبات میکند. اکنون فهمیدم که با مثل من هم وجود داشته است جوانی که زنی از خودش بزرگ را بگیرد تا یکی را از تنهایی و از گناه نجات بدهد. بله دوستان، این جای شرم و حیا نیست وقتی جوانی میخواهد با زنی از خود کلان ازدواج کند، بلکه این محبت و رحمدلی است و در این کار سیری پنهانی هست، یک حکمت وجود دارد. البته هر یکی ما باید حاضر باشیم تا یکی را از تنهایی و از گناه دور سازیم، اگر چندی که خود جوانیم و زن را ندیده ایم.